درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 24. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. و خوش صحبت، چقچقی، در موردش شوخ و هزلباز، در موردش سختگیر و جدی، آدمشناس، مرد و فداکار بود. حیات را تا اجرک بجرکش میدانست. حافظه پرزوری داشت. جلال اکرامی. فطرت زردوزی سمرقندی. تاریخ حیاتش معلوم نشد. از مثنوی طالب و مطلوبش که در سال 1917 در تاشکند چاپ شده است. صفا بخشنده این خلعتی راست، چونین رخت سخن را کرد پرداز. کی زالی دیر عمری در جهان بود، و پیری دهر گویا توامان بود. سر از رعشه همچون برگی بیده، خزان در بهاری ناامیدی. زبانش در دهن بی زهر گفتار، چماری مرده در سوراخ دیوار. دو ابرو چون دو تیغی زنگ بسته، دو چشمش چون دو بادامی شکسته. خمیدن کرده بر قدش چنان زور، که گشته حلقه دروازه گور. زی پیری خورده از بس در گلو مشت، زنخ در بینیش رفته چو انگشت. زی دستش از هجوم رعشه 100 بار، شده جامی توانایی نگونسار. سر از موی سفید قله کوه، که باری دست بر وی برفی اندوه. دو پایش مانده از پیری ز رفتار، به یک جا محو چون تصویر دیوار. قلم چون پیریش تحریر کرده، سیاهی در دواتش شیر کرده. دل از جامشویی داشت خشنود،
برنگ ابر کارش شست و شو بود. ز دنیا گرچه بود آن صبح نومید، تلافی داشت فرزند چو خورشید. به کاری مادرش آن گونه استاد، که روی شمع شست بادمی باد. ز صهبای طلب پر بود جامش، قضا زین نشأه طالب کرد نامش. لبی آبی که او را بود مسکن، دمیدی جان چو آبی خیزر بر تن. ز تردستی به طرفی بحر نیرنگ، هزاران رخت دل می کوفت بر سنگ. ز روی دهر آن خورشید کوکب، به آبی نور شستی ظلمتی شب. کفی صابون به ظرفش بود مهتاب، بود خود این سخن روشن‌تر از آب. قماشی را که او پرداز می کرد، برختی حسن یوسف ناز می کرد. از او اهل هوس چون موج بی تاب، کلوخی خاک طبعان مانده در آب. به طرفی جوی آن مشاطه ناز، چنان کردی قماشی حسن پرداز. که آب از شوق او دیوانه مانند، کف آوردی به لب جای شکرخند. ز یک رنگی به باغ آن سحر پیرا، دورنگی شستی از گلهای رعنا. برنگ در سخن شیرین سنایی، که شستی تلخی مرگ از طبایع. به آبی شعله سرپنجه نور، فرو شستی گداز از شمع کافور. ز تردستی به مژگان وقتی پرداز، جدا کردی ز دیبای نگه ناز. هنرمندی که ابراهیم آسا، ز طبع شعله شستی سوختن را. برنگ شستش بودی مصفا، که لغزیدی نگه وقتی تماشا. از این رو شسته اش فردوس خوبیست، که چوبی تخته اش از نخل طوبیست. گر آهن جامه را می شست از گرد، صفایش جذب مغناطیس می کرد. به شستن از کفش می ریخت نوری، که می شد سنگ پردازش بلوری. دلی در سینه دل بودش مشوش، چو مومین بیضه در طاق آتش. که سازد سینه را روشن به داغی، به بزم عشق افروزد چراغی. شدی مرغی دلش هر لحظه نالان، که گردد صید دامی خوش نگاهان. طلب پیدا و از مطلوب اثر نی، حریفان مست و از ساقی خبر نی.
جنون هوشیار و عقل از هوش رفته، خرد را صبر از آغوش رفته، سرش بر بالشی اندیشه دور، دلش بر بستری صد زخمی ناسور، نموده در سخن داغی نهانش، چو برگی لاله از نوگی زبانش، چو بلبل هر زمان کردی فغانی، که از گل چهره باید نشانی، زی سر تا پای میدانی علم بود، جگر تا دل زیارتگاه غم بود، چنان از شعله غم بود بی تاب، که می شد همچو شمعش استخوان آب. به جیبش چاک حسرت تا به دامن، به سر مغزی جنونش تا به گردن، رخش از حسن چون خورشیدی تابان، ولیکن در حسابی عشق پنهان. بیا ساقی به مخموران نظر کن، دماغی خشک ما از باده تر کن، شود تا گلشنی اندیشه مرطوب، حدیث سر کند فطرت ز مطلوب. سیدای نصفی قرشی، تاریخش معلوم نشد، مخمس از بیاضی دستنویس. نوخطی را دیدم و گفتم که سامانت چی شد، ناوک افکن غمزه های چشم فتانت چی شد، عارضی یوسف صفت چاهی زنخدانت چی شد، می پرستی های آن لبهای خندانت چی شد، تلخ گویی های لعلی شکر افشانت چی شد. رشته جانها به تاری کاکلت پیوسته بود، چین گیسویت به هر خم صد دل بشکسته بود، طره مردافکنت در راه دل بنشسته بود، صد کمند انداز را زلفت به یک مو بسته بود، تیز دستی کردنی زلفی پریشانت چی شد. تیر بارانی میژه از سینه پران میگذشت، غمزت ای سنگ دل
بی پری پیکان می گذشت. هر کمانی ابرویت از جوشنی جان می گذشت. ناوکت با یک نگه از 7 سندان می گذشت. قوتی بازو و دل دزدی مژگانت چی شد؟ رفت حسن و عشقها هم لحظه واپس نماند. بلبل و گل رفت و اینجا غیر خار و خس نماند. چون خرامی عمر رفت و پای خود را پس نماند. از اسیران تو غیر از سیدا یک کس نماند. در حق آن قوم چندین لطف و احسانت چی شد؟ مخمسی سیدا بر غزلی صایب. آب و تابی دوستی در سنبولی موی تو نیست. رنگ و بوی آشنایی در گلی روی تو نیست. شیوه عهد و وفا در چشم جادوی تو نیست. یک سری مو راستی در طاق ابروی تو نیست. رحم بر سرهای مژگانی بلاجوی تو نیست. از وصالی خویش با من هر زمان دم میزنی. دم بدم بر آتشم آبی چو شبنم میزنی. چشم می پوشی و عالم را به عالم میزنی. میدهی 100 وعده و فی الحال بر هم میزنی. این اداها لایق لعل سخنگوی تو نیست. بر سرم می آیی و افکنده در خون می روی. همرهی اغیار با رخساری گلگون می روی. هر طرف مانند شاخی بید مجنون می روی. بی سبب از شاهراهی وعده بیرون می روی. این رویش زیبنده‌ای بالای دلجوی تو نیست. می روی با غیر و
می سوزی منی دیوانه را، می کنی بر آشنا ترجیح هر بیگانه را. مست می آیی و آتش می زنی میخانه را، از کناری شمع بیرون می کنی پروانه را. شعله آتش حریفی، تندی خویی تو نیست. تا بکی باشی تو ای پیمان شکن ناآشنا، آستانت کردم عمریست بر خود تکیه‌گاه. ای مهی من گوش کن امروز حرفی سیدا، آفتابی من عزیزش دار تا روزی جزا. غیر سایب خاکساری در سری کوی تو نیست. مخمسی سیدا بر غزلی سایب. ای مهی من خانه زین جلوگاهی خود مکن، سرمه را هم محرمی چشمی سیاهی خود مکن. عالمی را روز محشر دادخواهی خود مکن. آتشی غیرت به جانی نیک خواهی خود مکن، تا توانی آشنایی با نگاهی خود مکن. سرو با آن سرفرازی قامتت را چاکر است، باغ با آن رنگ و بو حسنی تو را این شاگر است. گرچه گل در نازکی مشهور در بحر و بر است، خاطری شرم و حیا از برگ گل نازکتر است. شاخ گل را زینتی طرفی کلاهی خود مکن. تا بکی با ما ز استغنا نمی سازی نگاه، پایمالی مور گردد آخران روی چو ماه. تا تو یک دم چشم بر هم میزنی چون دود آه، لشکری غارتگری خط میرسد از گردی راه. تکیه بر جمعیتی زلفی سیاهی خود مکن. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. صدرالدین عینی. البته این نام برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی عزیز و معتبر می باشد، زیرا این فرزندی فرزانه ملت با شعر و چکامه های بلند مضمونش
با سرودهای دلنشینش، با خدمتهای شایانش به دل و دیده ها نقش بسته است. او با تصویر موضوعهای وطنخواهی، مهنت دوستی، جسارت و دلاوری، عهد و وفا، صداقت، مهربانی، غمخواری، عزت و اکرام یکدیگر، صفتهای شایسته انسانی را ستایش کرده، همزمان اخلاق بد را مذمت می نماید. هر کجا آن قامتی زیبا خرامانی کند، آتشی غیرت به جانی سروی بستانی کند. دل ز دردی تلخی دشنام او آمد به جان، آن لبی شیرین مگر از بوسه درمانی کند. می رود حکمش روان بر خوب رویانی جهان، تخت خوبی را سزد امروز سلطانی کند. طاقتی دل می برد گر طره طراری برد، غارتی جان می کند گر چشم فتانی کند. جور و ظلم و کینه و بیداد بر اهل صلاح، تا که این بی باک است از نامسلمانی کند. راز ما عینی به عالم فاش گشت، اما هنوز پیش آن شوخی تعافل پیشه پنهانی کند. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 24-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.